बलूच बच्चे के मजलूम बिता जना बिता मारा येश्तर हिम्मत चा आया हस इन्हें आया हा आप ताकतवर हैं बिजूरी नहीं हैं मैं बलूच के मर्ची जंग देगा वो एक मदनी डड्डी फौजी है जंग देगा पता हम बहादुरी होती है बलूच शून देगी इसी के बाद मुशी इतना مثلا بلکه شما تجربه ایشه برای قومی جذبه تقریبا به غلط و درست لاتی مردم آین توکا پنجابین توکا هست و چکفپاد نبا بلوچ جنگا چی که بلوچ جت کنه نکنه پی خاطر بلوچ جت نکنه که بلوچ آتی سر بسته کشی چنه هم بجان و هرچی کنه بکن هر طاقتی ها استعمال بکن ماوتی جودا دیما برین ये साबा बलूच चाया دیما है बाकी देखिए निजामी साहब किताब होता है अपना एक फौजी आई राही इम्कान आता है बलूचानी दाना या नूकिन مثلا موشکی که همه امریکایی که افغانستان اشتغال تیمانگو ये दिमागी इम्कान तो लाती या जहाबन तो ट्रेनिंग गेंदन तो लाती हरकत चूके दूसरी हरकत डोला खाना ni nizami sahab kitaba ma gwaye yak nahi bare irade ya pawati hak gerega wasta murk gerega was sat guna chaya di materi mani talil bugat ami chuma to ana busha mana to من هم یک چیزی عبدالله گپ اضافی کنم ضمن ایشی که با گفتار آی موافقم آی هم ایشی که فوج و پلیس مقایسه مکنی پاکستان از فوجی دد ما تنها ضعفی مسئله اقتصادیه ولی این که هم ضعف نی که گوما دستی مرسی در ترین شما حقیقت ایشی فوج و پلیس یک مکنه پلیس دیگری و فوج دیگری بالکل واجد تیمور خان گونه گپ تیما توپاکه ولی تی بلوچستان زور نه تی بلوچستان از بلوچ قوم تروسی پنجابی مقابل به مثل تروسی هرچی تجهیزاتی بالاتر ببین در جنگ تروسی خدا بکه بترستید بابا ما گوشی که خدا بکه چی بترستید دیگه یا برای تحلیل های درتره من متعصبانه پچی بگوی بلوش ترسی گوش معلومی مار بده یا درباره مار بده که چطور ترسیدی پچی ما ماره هم بزنیم چونکا ترسی بگو به خاطر که تا جنگای اخیر که بودتد آخرین جنگ که بود پنجگور بود تو یک دیگه نوشکه خوشم نوشی داد نه 19 نفر همه ارتش آزادی بخش مجید برکت شاخه فوجی دو همچین توه کمپ جوکائیں تو نزدیک 200-300 نفر فوجی کشته ده شانطور ترستن که یعنی همین کرد که شانش تسلیم این 19 نفر بودن توی کمپانش تحویل ده که یعنی شان گشتی می جان چوکان ما کشی تو بلیت که در بین روی ما ازی وجه گوشان که در بلوچستان از بلوچ مقابل بمیست در جنگای پیشیکین جنگان و تاریخش ازی جاگا ما به دست یاورته که ترسیت از بلوچ کو و یعنی بیا ملک برگت بگیرم ما مثلا آی فرق هم وطیه که یه بیان مرکز یک ایالتی دست دولت در بکنه آهم جدای طلبان بعد آن به ترسی نه بابا چون نه پاسگاهی بوده پایگاهی بوده هر چیزی بوده یک موردی بوده شاید آد نیرویش نبوده بوده بعد آج دیگه تسر داد که پایگاه دست بلوچان بود یا پچشگه بعد پچش نترسه چی تحلیلی از چرا شانکوش دیگه او دا نیرو کم 19 نفر تن او دا مرداد جان 19 نفر تا 200 و خورد نفر و تا آخری کن تیران کشانگونه شن جنگ کنه فقط آخری کن تیر کماند وط جنن یک خودکوی جهادی بی شان همه یکی آخری کن تیر همه تیر خاصی وط شه پاکستان
شاخ عزیز من نظامیان شیعه روحیه بلوچ رسینی نه که روحیه بلوچ در پوت جنایی نگنه ولی ارتش پاکستان قویه ارتشی بابا ارتش پاکستان خیلی قویه جی بابا. درسته نه وجه که فقط اعتبار که برای کات وصل بی واجه تیمور من تو گوادر و مند و بولو پاکستان هم دیسته ها نیمگه هم دیسته سرکاره واجه مردادی ملکه بله من تو زانه اگه بلوچانی دیماتی یا پاوتی کشگا پروامه داری آنه مگه سرکار مردم گم بلوچا باز زرنگ ترین بله من تو و دیسته که کراچی من تو شتا گات که گن عبدالله هم بیته پاکستان پنجابی پتان پاوتی کشگا چور آذر نه که کشگ بی مثل آنه مگه سرکار مردم پاکستان پوجی وتی پایگاه تو کا زرنگه بله چونه که تعقیب بکن کوان که 2 هفته 3 هفته بروت په بلوچ رنده ایشیا ما زانن تو هم واش زانه تربت و مند و بولو و نه بوستان پاکستان ارتشی بدون ارتشی وتی هلیکوپتر عزیز من جالا پیاده نر ارتشی که در این محدوده مکران که من تو دیسته توپ و مند و فقط یک کمپینگشان اپسکه بوده آدگر بعد پولیس و ریویز و چی بوده که پوجی فقط یک چند نفری در اپسکه بوده هم که نهنگ کار دریه بغل مرز ما پوجی ندیستم ما پولیس دیستم مختلفی هم کراچی و هم هر کجا ارتش پاکستانی بابا مجهزه بابا ارتش در پلیس اندمان تو عمودا بیتگی هر ودی حکومت نظامی بیتا گلشن و که صدر پوجی بیتا پولیس کجا که پوجی بیتا بزن تو پاکش مشتگن ای بلوچستان ما که من دیستا و درو نه پوجی عزیز بیتگن من فقط پولیس و اما بری ظاهر بیتا پلیس مختلفی هست نه پلیس سرکلا هسته پلیس رنجر نه نه هسته اصلا ربطی ارت پلیس موقعی که عادی حکومت هسته نظامی بیتا چه بورتوی زمانه که بی‌نظیری گا و تا یه دگرانی که من تو و عمود بیتگن داما پوجی بیتا ما و حمودی بود که ما بلکه یعنی بیشتر بود ما 6 سال بود ولی چی که مایتودی در بازار شان گشته پلیس مختلفی پلیس ندارم 555 هست سرکلایی هست پلیس رنجیری هست پلیس عادی هست شان نه شان هنچک تو گشه ولی ما پوج گشم پوج و آ زمانه پوج این علاقه مکنان کم مد هم فقط مثلا همی گو چیه که مثال جو اپسیکانه آدگر پاک پولیسته ولی الان پوج پاکستانی بابا مجهزه پوجه وجه چونه پاکی که پولیس ایوی حکومت نظامی بیتا پاکستان ربطی به پلیس بیتا داما پوجی نبیتا حکومت نظامی یا که صدر و ایرپورت و مالیری کنترل کتگن بله بغیر فوج دیگه نتوان توجه بغیر فوج یا دیگه لحظه برتو یا کنترل لحظه چارن تپاکی منو تپاکی و ملکا بیتی البته فوج ایشن که بلوچستان تو کا اف سی هم همی فوج بلوچستان تو کا نام تی اف سی مثلا چیه تو کا سند تو کا رنجر و شام یکی چیه تنها نام فرق ہے شام زیر نظر همی فوج چیه او یکی کمو طور سے هست بچه همه وادی که ما را اگه یاد مشرفی زمانه یہ فوجی حاضر نہیں تھا کہ بلوچستان و برما بازے نہیں پدا گو مشرف و مزنی چیه داتا شان لب و ملامی چیه کدن تی گو هوایی چیه کمو وادی که بوکتی جنک بود تو شان کمو بلوچان ودی چیه کم کدن گورا همه تیما کمو شان زوراک بودن دیگه پیسرام ترسته بودن بلوچستان حاضر نیدن برام اگه ما را اگه کمو اما بوکتی زمانه گوشن که فوج هستن بوده و همیشه گشتر پولیس و چه نه آی پا فوج هم زانده پولیس و زرده که زری کم و پیش در بس آی چه کم پولیس و شانی سر مطمئن نه همیشه پاکستان و تی مرز و تمامی چیز اگر پولیس این چو کوچگه گا یه کوچه و کوچه این بله در هست کنترل فوجه دسته باز منت وارد و درسته که بله ویدی حکومت آخری نظامی بیتا و همیشه پوج بیتا که آد کردن نه بله آخر درگیریه که پاکستان و گو انڈیا یا هسته من به شخصه من برداشت یک پوج ساک قویه
انچو هندوستان میچیکو که هندوستان هم واقعا دست سرایش تنگ گشتی من دور ساعت بابا ای گپی که گوشتن من جنا من 38 سال پیش گپ جنا که 38 سال ایده بازه تغییراتی بوده در بلوچستان. آ زمان فقط یک کمپ هستد، پروم، یعنی بین پنجگور و زامران. پروم یک کمپ پوجی هسته، گمرز هم نزدیک است و این کمپ هم انگریز زمانه بستگد و دیگه پوجی نیست تا اپسکه. آنگو من نزانم گوادر و آنگوران من نزانم که من ندیسته، ولی این علاقه ما به هر پیم ربطه گونه. فقط همین دوی کمپانته، یکی پروم و یکی اپسکن و معمولا شان دخالت در دیگه امور پلیس و لیویز شان نکو. البته منی گپ دیگه نی 38 سال پیش گپه. تو منی اشکن اگه ای وحدی پوج و هر کجای بادره هست، هر دیم پیرکور دبخه نزانان شیبچاری دبخه ایدک شهری کور نهنگ هورمه ایده ها و هنچو بگره تا برو بالا ای وحدی و هر کجا. بله من 38 39 سال پیش گپ جنم آوادی بلوچستان ای علاقه ای که من دیسته طبیعت به مند و آدم تب کووگ که جب و Hoca پنجگیره Abdullah ma genda gonti moiko. Ata فقط istemia همشانته، nabat فقط همین moiko. دوانته پوجیان. Hoca Abdullah to moik cha barka. ما فقط لوٹش یہ وشن کہ بلوچستان نیچے سال 2000 گتا تاکہ روچ مرچی ہر روچ گیشتر ملیٹرائزد بیگ یعنی فوج چند وتی ودا ہست چونکہ سنگت آپ کو نام ہے فرنٹیئر کور ہے بلے یعنی کمانڈ فوج وتی جنرل انڈسٹری وہ بعضی تعدادی بلوچستان کلکنڈ ہر جا کے آج احساس سے صاحب یہ کرا کہ بلوچ سرماچار استت آیا برتگو دا ننداری تگن بلے اصلی نقطہ بلوچانی سرماچارانی زور وہ پاکستان فوج زورا مردوں یہ نمونہ بچاری کہ بلوچ جنگ پا یک مقصدی خاصی نہیں ہے اور لبریشن ہے اگر دنیا لبریشن ہے وار یا جنگ کے بیچارے وہ مدنی فوجاں طاقتوری ہے چونکہ پاکستان آئے گا گوشتات بلوچ ہم شریس رضانت کے پاکستان فوج یا مدنی طاقتوری بلے پدا آپ ہوتی آزادی واسطہ وہ ہمیں توانی ہمیں زوری ہمیں طاقت کے ہستے میدان تو کا ہست پاکستان فوج حتماً چے یوگوسلاو فوجا طاقتور تر نہیں بلے وہ دا مردوں وقت کے گوشتاتا پوتی آزادی واسطہ یوگوسلاو جلد پروش سربیا یا ہنچو کو پوتی تراہی زور چا پوتی بالی ہیلی کاپٹر فوجی ہر وسائل کے ہستی آئی استعمال کو کہ مثلا بزنی آئے گا یا کوسوے آزادی دیما بگیری بلے داشکتی نہ بچے معلوم یعنی امرا تھا وہ بلوچ جوہتا مردباد یہ صحابہ بچاری کہ بلوچ جوہد طاقتوری دی پئی خاطرہ کہ مردم وتی اچو کے نام اشتری سرمچار سراوتی نچارن تو ای میدان تو کا وتی جوہدا دیما ہے برد مفت اشی روشا کہ یہ کانٹیکس تھا بلوچ جہود زور پاکستان مدنی فوج زورا گیشترین و امیدوار ہے کہ منزل اثر نتور و زبرجان آتی گپ صحیح او د تنا جنگ آزاد کشمیر او د اما پٹانان پٹانان گو ہندوستان آن دیگه گروپ پوج او د پوج وات طاقتور تر بی که او د مردمی هنچین مردمی ها هر زله مردم پرک که پاکین فوج و پنجابی و نه هم نه انچه پٹانجما که کشمیر علاقه تو که گو هندوستان جنگ کرده که ان یک گرگی بلکه شش فوجی لیت بوا بروتانگو او یا که دیگه همین مذهب چیه بودا استفاده کتا گوی هند چیه گوی انڈیا
گشتر مردمانی چه گرا گشتر بیم گفتن برانز گفتن مذهب باز استفاده کرده همه وجه بودا بله هینگو کوشش کد که یعنی بلوچان یعنی از نظر مذهبی مثلا کمو استفاده بکن و چیا بله یعنی په محلو کا پدر ہیں که پاکستان سے دروغ بودتے ہیں پروپاگنڈا بودتے ہیں جیسے که مذهب یک مزنه چیه حسن رولی که انسان جذبات ها همه وجه بودم مذهب ها گشته استفاده کن باز منت بار मान लूटे ये जंग बारे अबूश हमेशा ये जंग कारगिल जंग के मुशर्रफा कर दिया मा बोलता ये पाकिस्तानी शमा कामयाबी थे दुनिया दुरुस्त हो सके कि पाकिस्तान शिकस्त हुआ يعني منظور شما کلا جنگ باره گپای که پاکستان و هندوستان دیم داشت و شکستی داد ایشی ما همه جنگ ها بلکه باشه که هندوستان یا جنگنده ساقطی کو یک و جنگنده طالبان یا جنگ تو که یک جنگنده ثابت به و شکست گپ نه فهمین نه چوکا تا همین چوکا نه گیست طول نکشه هندوستان ایرفورس رادا موشی که جنگ بود هندوستان و بستیم بیا سول کنیم بیا کسا تمام کنیم من یه کسا باشم نصر باری الله شما چیزی که شما اشکوتا یا وانتا دیگه دولی مال دیگه دولی اشکوتا گو وانتا برل ये आया नहीं दरमियान जंगन आवा शर्तर बजाना भले दुनिया दनिगा ये मन गने के हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुकाबला शिकस्त वार्ता ये चीज माशवरा पक्का ये उशन के दुनिया ई गप्पा न अगर पाकिस्तान बात ये गप्पा है ها یه صحیح گپی ها ایشی اگر مردم بچاری ایشی حقیقت ها همه وادی که کارگل بوده گه نواز شریف وتی زبانی که گوشی که مشرف منا پریاد کو من برم آمودم منتوار به من که سول ببین این نواز شریف وتی زبانی یه موجود هم چیا که مشرف ها چه های منتواری کده که تو برو لندن ها کجا این گران گفت چه بکن تا ما و اندیا سول بکنی هنچو اینیشی پشمانه که کارگل حمله باز منت وجه هندوستان نیرو زمینی و نزدیک لاهوریه پاکستان گلایشه که پاکستان شکست و بل بعد آتش بس بود این دیگه قدرت ها دخالت کن از من هندوستان و آدم ضعیفتره پاکستان از هندوستان ضعیفتره ولی ارتش قوی هستی از من هندوستان آزمان ضعیفتره ژاپن گفتم واج تیمور همی نزن چند سال پیش 5 یا 10 سال پیش که کنم که درگیر بود تا حالا ما نزنم ما این گل مدیا چارتا انگلیسی منابع من چهار تا حقیقتا هم بزنم که واقعا همه ودا بود یا نه برای مدیایی که فارسی زبانه شنگ کتا بوده یه ودا که ما متوجه بودیم که هندوستان کم یارته که پاکستان دیما نه لحظه جنگ کلی یک بوده سرتاسری تنها جنگ ها بازنده گشت پاکستان بودم ایشی که شما بشه این آخراش همه مرزی تحقیق کرد که در سطح وسیع نه هد او کم ممکنیه اما مرزیه او بلکه مقصد همیشه که یک هواپیما یاته یا پاکستان از جاتیشی و باز چیزی گپی نه هواپیما یاته بوده خاک توکا آیه جتا خلبان که گرگ بوده گا پدایش که خلبان هنچو پذیرایی کت و چاوها په کت و هنچو په احترام و چیشان په تحویل داد همچنین که اندیا مدن پاتراب داده و که اینچو تحویل گرفت احترام و عزت ایش په داده می خلبان بلکه مقصد همین باز نه. شی خدا بجام هندوستان مسری بدن که ما بلوچ کم میره
راحت تر ببین. هندوستان نجا بله فیل تو راست بجتینی باشه بس أني ديك مسألة كأني ديما عايقي أني إيش إيران يا إيران مردم وما قرواني أبدي أني ساي أمريكاي كوشت ديك نزك سيتشل ترابين مارغن أزيكان أمريكا إجاتا إشي يعني مردم كوشت نكا كبريا يا كاملة كي إشام كوتا إيران चे अमेरिका या डरते रहे हैं ईरान है चे अमेरिका या फौजा हम डरते रहे शशि इत्तेफाकात रुईदात ديما كاين أنا ما قلت لك أمريكا إيش نكون شهر شهر كله إرادة تا ف والله إن واسطة कि मारा जंग पॉलिसी नहीं है मां जंग न करने को शुमा बोले शुमा मेहरबानी कने गेश्ते चुशे कार मकने यार चिकुता तामिदा बंद करे बस हमी बोले इसी माना ये नहीं कि अमेरिका चे ईरान अमेरिका या फौज अर्तेश ताकत चे ईरान का कम थे निमत دیگه یک گپ پیشه که هندوستان و پاکستان وادی که چی هر بودگم پدایشانی توکا یعنی انگلیس باز دستمان قراردادهایی بوده که چطور که یک دیگر چی یا بداره نهمه و جا مثلا هندیان باز چه نکنده پاکستان سر پچه ما قراردادهایی هست نشانی نیامد همه وجه این که هندیان نتوند باز یعنی حمله بکن ضعیف بکن باز من نتوان سلام و درود و دراهی دیوان و بزرگواران انشاءالله که سلامت باتید واشین گپ و راب کنگی ما استفاده کنید چه درسته بله یک چیزی که من وانتگه روچیه بری همه ارتشانی مقایسه وشان یک سری از فاکتور و عامل و شاخصان هستن دنیا یا من فکر کنم اگر من نشم اشته هندوستان چهارم تا ششمه از نظر رتبه بندی ارتشوشی پاکستان دهم تا سیزدهمه یعنی تفاوت باز هندوستان خیلی قوی ترین باز سلامت و جاندره باتید دیگه یکی دیگه هستن که پاکستان ملیتری اکویپمنت ساز و سامان اشان گشته پنده سران هند تا حدود یعنی تونتگی که از نظر اسباب امن نظامی یعنی تا حدود تونتگی که وتا یعنی خودکفا بکنه بعضی چیزیا بلوشه که کجا که پندک کجا که خودکفایی همه یک مزن بازه چی فرقی هم هستش منت واقع انچو که توشه منو واجه تیمور و زانیم بوفوش یا نخست وزیر چه سوئد استیفا دا اند یک که چه مزنین کشوران بیتا مشتری سلاحان سوئد بیتا انچو که توشه واجه تپاکی اند وتا پول هست و ارتش سرا سرمایه‌گذاری کن مدرن سلاحان هم واتر کن تو پا با هم زوری بل پاکستان اگه چیزی رسته پا پندک بیتا یا می افغانستان بیتین دوزده کنتی پمیشکا تا جایی که منیشون وقتی پاکستان سب کن همیشه که کاری بکن باید سعودی یا امریکا پندگی بدن تی گورا کاران کن و بلوچستان تو کا بلوچستان کوانی تو کا چو عبدالله گوشت و دیگه سنگتان زنم من تو واجد پاکی بلوچستان بیتین پاکستان ارتش زورن که اگر بلوچی همکاری بکنن جاسوسی بکنن همین لگوری همراه ببن اگر لگوری همراه مبن بلوچستان کوانی توکا پاکستان ارتش تیوکا کاری کت کو نکن هنچو که کراچی ها که دو بلوچ دیم 5000 فوجی داشت کو نکو 5000 پولیس هم داشت نکو پاکستانی وقتی کشگا چون راحت نه که آنی مگه سرکار مردم سپاه و پاسدار آزرم این میشون وقتی چه پاکستانی ها. من فکر کنم یه مدارایی هم که ملتشن هم ماشما به چه بکنیم در نظر بگیریم به هر حال ملتشن بلکه یه دیگر هم ملت سوا نکنه مغلوب به جنانتش نه
و بعد شما که یای حالا رتبه پنجم ششم شما بشه دوازدهم سیزدهم، آیا گروه بلوچ ارتش و پوج در کجا رده قرار گرفته؟ یعنی به هر حال حالا پیندگی ناپیندگی چه حمله همه جانبه بلوٹی منجر به استقلالی بی نیلی یه مدارایی بی درسته بلکه هم احتیاط و تکموت نیرو په کشته بده و ماش بگینده هم یک دو رو چانده به چه راحتی هم این ملک پده و دست کنه. یعنی فکر نکنم که ایشی ماش ما واشنگ هم آپ شمی خبر بودیم ولی واقعیت چی نه اگه 12 ارتش دنیا هم ببی به هر حال ارتشی قویه دیگه نه که در بلوچستان و مثلا این نیروی بلوچ شورشی این اندازه بی زوری چونه این که دیگه ملک دست بدم اگه چو بودیم و هندوستان و هیچ مشکلی نه اصلا مشبات داره مقایسه دو تا قدرت هسته‌ای کنه هندوستان پاکستان سالهایی که بود هم دیگه تنشش های دیگه کیسه شی داخلی مسئله مردم و با صورت حمله و نکم ولی کافی همیشان جدیتر به این مسئله گشتر دام بدن یعنی همین تجزیه طلبی حساب کتابی الان همچنین هم بحق مردم رو بمباران بکنم بجنم خوشم بودی مردم شد. ولی بچی گرم حالا مروی چیم بان داده بچی گرم فکر نکنم چی مشکلی خاصی هم بیاری چالشی وجب به هر حال یه ملکی پاکستان بچی گرم این چل و سه ساله به عنوان دلال با توجه به این مسئله افغانستان که پیشیت شی در حقیقت یک پولیت ظاهرا این هنچو وانمود کرد و این 40 سال تمام اروپاییان شی کمک کن به علاوه سعودی زران حتی ما اشکتا که یک لشکری کامل حقوقی سعودی داده بچهوش اشکتا نو اروپا و آمریکا افغانستانی مسئله ای 42 سال 43 سال تک شش آخرش باش پر کرده همیشه ساعت تکش بده نو مرد باز کمک بود در همه مدت ها به همه بهانه و به همه بهانه که اتحاد جماهیر شوروی در کنه بله پدا هم دردی مجهز ما درتره خدای و پینگ بکن قهر آسمانی به سر بکفی ما رضاییم بله از ما درتره ما الله بکن که ما رسوا ببی تیمور جان چه اذا ما شوره پیسر گوش ما شیعه اما بلوچ جنگ و پاکستان جنگ یا پاکستان و هندوستان جنگ کا فرق بله بلوچ جنگ لیبریشن واری محمد علی تالپور ہے یکی چه تالپورانی حکومانی چی نویسنده شرقی واجی مالی انگل حیات ہے بلوچستان بارے شیعه وادی کے لکے کچھ بلوچستان جنگ فرسایشی ہے کنونشنال جنگ नहीं कि दो मुल्क के जंग मसलन फौज का है दी पदीमा जनों का कहना या कि को नजूर भी तो शिकस्त हुआ तो आखिर कामयाबी बलूच जंग फरसाइशी बेजानो جنگ کلاسیکی نه جنگ ها چریکی. آره. ها लिबरेशन वार कुशनती ना जंग आजाद बख्श कुशनती ऐशा फर्क हस्ते वो तकरीबन हम मर्दों को का लिबरेशन वार यिशतर जहाँ कामयाब था लाती जहाँ आता में बलूचिस्तान पे सरतरा महलुका में लिबरेशन वार दियमा बोलता कामयाब नहीं था बड़े दरकुल कामयाबी चांस हास्ट के मदनी पौजानी ताकतानी दियमा हम बूझती मशवरानी मसाला हम दात ना के युगोस्लाव بابا عزیز من मदनी ما عبدالله جان ما این گپار زانی دراز مدت هنچک توگشه نه ولی چوش نه که باید مروچی مقایسه بکنه نه ما وقت و فریب داتن نکنه حتما بگوش نه که مروچی آیا به اندازه ما در نه مروچی از ما در تره دراز مدت هنچک توگشه می امید ایشه که دراز مدت می کوم هنچو بداری و دیگه جاگاه سنگی به سنگی به بوارد مثلا پشتونا مثلا سندی ها آوهدی شما مجبور عقب نشینی بکنه ولی دراز مدتی گپی نه چون نه که ما مروچی بگوشیم که از ما درترینه چه فریبی ما باید فریب داته و نکنینه مروچی های از ما درترین بابا
نه ولی مثلا یو زمانی داره. بلوچ زانه که یه جنگ دراز مدت و فرسایشی نه پمی که گوشن جنگ فرسایشی که یعنی تو همین تو داره که تا که پا که لاپا بکپیت نه او حاج چی جنگ ها عبدالله درستگی نه چی ما یه بوتکا لحظه چی، ببخشید من ولی واج وقت تماشا لوتی داره. واشات کنه واج عبدالوهاب یا دیوان سره مدیر ندیده پدا گپ بجم ولی من تریا جوستی کنه واج عبدالله صاحب اگه همین جونزی که مهرنگ در پیش گرفته آشپزانی همه شمول نه هست نه یعنی امضا لوتد من فکر کنم 50 60 هزار امضا نزانم چند که گشتیر هم جمع نبونه منی بحثی اگه همین آگاهی مردمی تحسن تظاهرات تحسن اعتصاب ایشی به نظر شما اگه به همین صورت هم برام بدون توپنگ امکانی نی که بالاخره یک کشور هر پنبی دموکراتیک که دیگه حالا بگیلی ارتشی ساختاران دموکراتیک حالا ارتش رعایت نکنه به نظر شما ایشی هم امکان نی به نتیجه برسیم یعنی الان مثلا یعنی حتما این طریق شی هم راهی به هر حال مسلحانه هم راهی نگوشن هیچ کسی معیاری نکن ولی امکانی ای طریق هم به یک نتیجه برسیم مثلا 5 سال 10 سال شب و رو بلوز تحسن اعتراض برو تا پایتخت بیا یعنی یک آگاهی عمومی بی امکانی مثلا واداری بکن که به یک مثلا نتیجه ملموسی مثل آزادی یا استقلال یا خودمختاری یا هر چیزی دیگری ممکن نه پاکستان بپرشی و همچین حرکتی بعد دیگه قوم ها هور ببن کم کم به این مثلا چه بازی قومی نارضایتی تنها که بلوچانه نه این راهی نه این شی هم ممکنه بیت تو ولا هنی وقت امی کارا مردم کنه گند دوینا موازات هم دیگه پارالل یا همراهی ابو یہ کار بایگی و هیچ بلوچی چه یہ کاری که محرم کنه گیم و دیمی برگی مخالفت نکن محرنگ کار شرعی اشن که بلوچ یک جای کتن چکه یک جهتی نامنی یک جای کتن ہما کسی کی پیسر ترا ساکے تو نشته بیتا و انتظار بیتا کہ نبی گوما هیچ آمرچی گو میدان آت کا نی ایدا میدان هم بلوچ دستیں کو هم بلوچ دستیں یہ دوئے کہ وہ ربا یہ منزلہ شرطر نزدیک کو به تنہائی مشکل ہے کہ مثلا تیو کا خیابان چی بکن خیابان مثلا بفرض اولا بلوچ جو مثلا هنگی مثلا یک کتی توار انشین که یہ مردوں کے شما بیگو وقت 10-20 ہزار دیما بیاره یہ کار ہجور پاکستان نہ پچی یہ نہ یہ واسطہ کہ اگر یہ کارا بکنی بلوچ جہدا سرمچاری کے کواشتا آئی یا مشروعیت دا یہ کارا نہ پاکستان ادا جودی که ندیم روگه شفت بلوچ یکجا کن یک دست کن وقتی بلوچ یکجا و یک دست بی تواری باقی دیگه پاکستان جواب دهگا حاضر نہیں هیچ دوله دراهی بلوچستان رو یکجا بی حاضر ہیں چو بنگلہ دیش دوله قتل عام هم بکن بله جواب مده بلوچه بلنی دنیا هم کم وقت بدلتا یہ هم هستی و بلوچ هم تیاری پاوتی تا جای که من زانم که وتی جودا هر قیمتی هم که بیتا دیما ببا خاص کار هنی بلوچ جنین معلوم هم مردین کوفه و کوه امراه تو گندگین ممکن است چه هر وقت گشتر همراهداری کنگین من هیالا یه دوی دیما کنن و بلوچا مثلا میلن بلوچ مثل موبلائزیشن گوشنتی یعنی پسیج عمومی دیما بیار وقتی که دیمات کا 100% یا طاقتی با اگر طاقت پشت سرماچار ببا پدم هنگا داترو مضبوط تر با منطور اول و جمشید مهرداد خان و جان شهر ما نبیسته و جمشید خان و شهر مترهی که ببخش جید اول شما گپی جا که یک دو روز دیگه
वरना हमें दूषी सबका हमें मरूची हम अगर के राह बुबूते ارتش آزادی بخش بلوچ وتدره کرد ze منطقه که te دستی گرفته بله فعلا راهی نه که در برو و همین شپی همه امکان هست که اگر که راه جای فوج راه ویل بکن ارتش آزادی بخش بلوچ بولان منطقه ویل کن تو در بی پده و مغرانه جاگه برود بله ای دمکی مثال داتا ای چیلنج دادگه که مثال منطقه ماچ جیل یه پروشت و اینکه مردم در کرد و برد و ای کاران که انجامی داده ہیں و خدا کن که ما گوشن که ارتش آزادی بخش بلوچ موفق ببو و تلفات مدن گشتر چون که همی 4-5 تلفات که هم داتی باز بلوچن باز کشک و بیگوه کنک بودتا دیگه گشتر کشک مبیتو ولی بازم دعا کنه که واج خدا واجنام بکن تو شانه و سلامتی زی محلکت در بکن شانه منطقه بالکل دارگی نه هن شما اما چیلنج دمکی که داد دیگه شانه جا دست جد دیگه چوهان پا یه حرکتی مانور دیگه شهرم ولی بحث ما جنگ چریکی نه جنگ چریکی ها جنگ چریکی بی تو نه سالها جنگ بدن تو به هر حال ہوتی چی بدارم و فوجم تا نیوادی بمباران کو اما تا شهر بولند چندین ضایعه مهمات چین توی ضایعه مهماتی است فوج پاکستان در اطراف همی جاگه که ارتش آزادی بخش بلوچ شناسایی کرده و مغرش گرفته و زندانیانش طرف برده ای جاگه واجد سیب ایویده نه و واجد سیب و ایشان حتی زنگش جتد و پاک ای بلوچستان سب کنگو ماشمه بلوچستان یک جای زنگش جتد و کارگزاریش داتد که از یک طرف انشپی امکان هست که شان صحیح و سالم بین و پد ایران مرزان همه بلوچستان ایران همه سک وتی مرزان محکم کرده و هر کیلومتر چندین نیروی استارین تا که تنی بلوچستان یعنی به راحتی احتمه کنه چون که za مچ جیل مردم هیچ نما شر بصراحت گوشت کنن که 100 مردم هم ایران مردم هم ده زندانه منتوار من تمام خدا بکن بلوچه یک بلوچه هم کشک بی نوکس خدا بکن بخیر آنچه که به نفع ملک و مردم همه اتفاق کرد اگر وارن توی هشداری داتگیش شهری نی بی بی مان یارک ببن نتیجه ای چوب بی دیگه نه و با کمترین تلفات بود ولی چی دیگه مش می آرزو چی هر کسی لوتی هر بلوچی بی تاس بیا تو هنچ کماش ما گوشی هنچ بپی و جمشید خان تو مایک پچ کو یا من